گم شده. به خانوادش خبر دادین؟ البته جناب دادستان، به همسرش خبر دادیم. بعد از شناسایی جسد تو پزشکی قانونی تو کلانتری ازش شهادت میگیریم. خوبه. آقا مراد، حالتون خوبه؟ خدا صبر بده. شما اینجا چی کار دارین؟ من جسد همسرتون رو پیدا کردم، شهادت دادم. فکر کردم ممکنه چیزی لازم داشته باشین، منتظرتون شدم. قاتل همسرم پیدا کنیم برام کافیه. به چیز دیگه احتیاج ندارم. یعنی از اینکه جنایت بوده مطمئنید؟ ماهی رن؟ بفرمایید. جایی تشریف می بردین؟ شما ماهیر ارن رو میشناسین؟ ماهیگیر نقاش. بله. تو گالری همسرم نمایشگاه داشت. روز افتتاحیه آشنا شده بودیم. چرا پرسیدین؟ چه جور رابطه ای با همسرتون داشت؟ متوجه نشدم. منظورتون چیه؟ میخواید بگید که همسرم با این آدم بوده؟ به من خیانت کرده؟ به چه جرأتی؟ چطور همچین اجازه‌ای به خودتون میدین؟ از جمعه تا حالا 7 بار با همسرتون تماس گرفتین که اون به هیچ کدوم جواب نداده، درسته؟ درسته. توی این مدت با این نقاش SMS بازی کردن. طبق این SMS با هم تو محل وقوع جرم قرار گذاشتن. همسرتونم که اصلا پاریس نرفته. یعنی همسرمو این آدم؟ هنوز هیچ چیزی قطعی نیست. این آدمم قراره بازجویی بشه. هر کاری که برای محکوم شدنه این بی شرف لازمه انجام بدین. هر کاری لازمه. نگران نباشید، مجرم به زودی دستگیر میشه.
خدا رو شکر کمیسرمون حواسش به همه چی هست. حتما نگران نباشید. یه کاری میکنم مثل بلبل اعتراف کنه. تا اعتراف نگرفتم نمیذارم جون بخوره. آقا مراد، من میرسونم تو. شب خوش آقا مراد. چیز دیگه ای نیست. هرچی بود گفتم. نمیخواستم فرار کنم. داشتم برای دیدن زنم تو برلین میرفتم. یعنی تو هم متأهلی؟ مرتی که ما رو گرفتی؟ امروز یادت افتاد که زن داری؟ اونطوری که فکر میکنید نیست. همسرم تو بیمارستان بستریه. مرتی که به یه زن مریض خیانت میکنی؟ قرار بود باش حرف بزنم. دیگه چی؟ به یه زن مریض خیانت میکنی؟ با زن مردم اشغال میکنی بعدم میکشیش؟ چه کشتنی؟ تو اصلا چیزی حالیت هست؟ من چطور میتونم دفنه رو بکشم اگه الان اینجام زیر سایه اونه؟ در حالی که تحت فشارهای روحی و مالی بودم اون بود که ازم حمایت کرد. منم سعی کردم که مرهم زخماش باشم. بعد شما به من تهمت میزنید که من اونو کشتم؟ کاملا معلومه مرهم زخماش بودی. ببینید، نمیگم کاری که کردیم درست بوده. انتظارم ندارم ما رو درک کنید. فقط منو دفنه یه جورایی مثل هم بودیم. اون دهن گندتو ببند. بگو چرا اون زنو کشتی؟ من نکشتم. دفنه رو من نکشتم. خفه شو بیشترم. یا خودت حرف میزنی یا من میدونم چطوری به حرفت بیارم. حواستو جمع کن. لیلا، چی شد؟ زنگ زدم؟ نه، الان برادرت زنگ زد گفت که
دفنه مرده. چی؟ چیزیت نشده پسرم؟ مامان بعد پلیس میشدی به خدا. تازه به من گیر میدی چرا پلیس شدم. راستشو بگو قربونت برم. بگو ببینم چیزی که نشده محمدم. نه مامان جان. محمد نه کدوم هیچی بیشور نشده. این بلا رو سرت آورده ها؟ آخ دستشون بشکنه. اما من میدونستم یه چیزیت شده. میدونستم. چیزی نیست مامان جون، نگران نباش. یکی باشه؟ طلب گلریز، با اینکه زنگ زدم ازش پرسیدم اما هیچی به هم نمیگه، خبر نمیده. مامان جان من خوبم، حالم خوبه، خستم، دوش بگیرم خوب میشه. پسرم زنگ بزن عمو علی رضا بیاد معاینت کنه. باشه مامان جان خوبم، دوش بگیرم خوب میشم، گیر نده عزیزم. باشه منو ببین. اگه یه بار دیگه بیخبرم بذاری من میدونم و خودت فهمیدی؟ به روی چشم بیخبرت نمیذارم. ای بچه پر رو. باشه دیگه، پاشو دوشتو بگیر. منم برات صبحانه آماده کردم عزیزم. اینا هم که رو زمینه دیگه نبینم. چند سالت شده پسر؟ هنوزم لباساتو مثل بچه ها میریزی زمین. مامان عزیزم. هواپیما داره میاد، دهنتو باز کن. من غذا نمیخورم. یاسمین باید غذا بخوری که بزرگ شی. اگه گرسنه بمونی بزرگ نمیشی. باز کن. این پیشیه کجاست ها؟ بیاد این غذای خوشمزه‌ای که درست کردم بخوره. بابا کجاست؟ نصف شب رفت. لیلا خانم اینا رو خونه آقا مراد بردن، هنوزم برنگشتن. خب چه منو بیدار نکردم؟ من اینجا تنها موندم. یاسمین باید بخوابه که بزرگ شی. بزرگ شدنم و به مامان و بابا داداشم نمیخوام. نصف شبیه اونجا چی کار داشتن؟ کرم چیزی شده؟ من الان چی کار کنم؟ داداش باید صبر داشته باشیم، کار دیگه ای نمیشه کرد. اون همه چیز من بود. دفنه چطور این کارو با من کرد؟ سعی کن آروم باشی، اینقدر خودتو اذیت نکن. مگه من چی کارش کردم؟ چی کم گذاشتم؟ بفرمایید خوب شد الان؟ کسی که اون به من خیانت کرد همون که... آروم باش داداش، عصبی هستی، خیلی ناراحتی، حق داری، اما سعی کن آروم باشی. همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. لیلا هم چند روزه که نخوابیده. باور نکردنیه. هفته پیش با هم بودیم. مامان نمیخوای بگی چی شده؟ دفنه خانومه. خب تو خونه ییلاقی پیداش کردن. یعنی چی؟ زن بیچاره مرده بوده. بابات گفت مثل این که کشته شده. خدایا دیگه چه بلایی قراره سر اینا بیاد؟ خدایا خودت از سر تقصیراتشون بگذر. کی کشته شده؟ پسرم من چه میدونم؟ چی شده؟ قدیر چی شده؟ هیچی نیست. چرا یهویی رفتی تو فکر؟
نکنه چیزی میدونی چیو داری قایم هیچی نیست میکنی؟ مامان، الکی گیر نده بهم قدیر دیگه. قدیر باید به آشناها خبر بدیم. هرچند الان همه فهمیدن، اما فکر کنم بهتره به فامیلای نزدیک زنگ بزنیم. به کی زنگ بزنیم؟ پدر نیست، مادر نیست، بقیه هم فقط به فکر خودشونن. ول کن، هیچ کدومشون رو نمیخوام. صدف چی؟ راستی اون کجاست؟ خدا میدونه کجاست. مگه خبری از ما میگیره؟ نه، یادم مهم نیست. داداش جونم چیکار میکنی؟ بیا عزیزم. چطوری تو؟ قره مامانو شنیدی؟ آره میخواد منو بزنه. پدر مادر که شدین حالتون رو میپرسن. چیکار میکنی سر صبح؟ داری مینویسی؟ تموم شده تقریبا. بخونش. بذار ببینم. بس دیگه، اون کامپیوتر رو ول کنیم بیاین سر میز. هیچی نمیخورید که. میخوریم دیگه. میخوریم. نمیخوریم. میخوریم یه چیزایی میگه. هی دلغکا. بجام زود باشی. مامان دیگه دارم داستان نشو داداش میگم. خونده بودم. دخترم داداشو بعد از مدت ها گیر آوردیم، ولش کن. داستانتو بذار برای بعد. جون چه بویی داره. آخر داستانو بعدم میخونیم. ببین چجوری بلده ما رو بکشه سر حالا خوب شد. چیکار میکنی؟ گوجه فرنگی رو میدی؟ آره عزیزم. دیروز صابخونه اومده بود. برای چی؟ مگه وقت اجاره سالم؟ به خاطر اجاره نبود که. میگه میخواد خونه رو بفروشه. وای مامان ول کن دیگه، اون همیشه سالی یه بار همینو میگه. کم میفروشه؟ نپرسیدم پسرم. خدا کنه اونی که خونه رو میخره نگه خالی کنین، اگر نه مجبوریم اسباب کشی کنیم. بپرس ببین چند میفروشه. چطور؟ میخوای بخری؟ شاید بخرم. پسرم اجاره رو به زور جور میکنی، چطوری میخوای بخری؟ یه کار جدید گرفتم، پول خوبی میدن. 100,000 تا پیش دادن. 100,000 تا؟ آره 100,000 تا مون تو گلو. چی کار میکنی مگه؟ این پول خیلی زیاده. کار خوبیه، نگران نباشی. کاری که پولش زیاد باشه درد سرش هم زیاده. بی خیال ماما. با آدمای خطرناک باید سر کله بزنی، نه؟ مگه من از پسشون بر نمیام؟ ای بابا چرا؟ برای اینجا خانومم یه لپتاپ جدید میخرم. راست میگی؟ داداش خودمی، بهترین داداش دنیا. از شر اون لپتاپ گند خلاص میشم. داستاناتو اونجا مینویسی آگات کریستی. فقط باید لپتاپ قبلیمو نابودش کنم. وا چرا؟ داداش چرا اینقدر گیجی آخه؟ مگه نمیدونی هیچی از هارد پاک نمیشه؟ بعد که داستانمو پیدا میکنه به اسم خودش چاپ میکنه. خب ما که شانس نداریم. آفرین. آقا محمد خوش اومدی. از اتاق کرم باید یه چیزی بردارم. با اون میخواین چی کار کنی؟ باید یه نگاهی بهش بندازم. آقا محمد خواهش میکنم مواظب باشین، کرم این کیفو خیلی دوست داشتش، باشه؟ قدیر کجا؟ دارم میرم بیرون تا 1-2 ساعت دیگه میام. بابا وسط این همه مشکل کجا داری میری تو؟ آخه باید برم اینجا پیش باشی. دوستم. نخیر هیچ جا نمیری، میمونی اینجا و همه چیزم به آقا محمد میگی. چی قراره به آقا محمد بگم؟ من دیگه نمیدونم چیو میگی، اما یه چیزی شده. هرچی هست میگی، هرچی که هست. مامان گفتم که هیچی نیست. آقا محمد این از وقتی خبر دفن خانمو شنیده یه جوری شده. چای تازه دم دارین؟ شما 2 تا چای حاضر کن، من و این جوانم یه گپ بزنیم.
میدونی چیزه؟ مامان گفت تو خونه ییلاقی پیداش کردن. تو چیزی دیدی؟ نه ندیدم، ولی نکنه این زن تو کشتی؟ بابا چی دارین میگین؟ چه کشتنی؟ این حرفا یعنی چی؟ خب پس از چی میترسی؟ بگو چی شده، نترس بگو. روزی که کرمو دزدیدم، من و کرم اون روز رفته بودیم خونه ییلاقی. بابا کار داشت، من رفتم دنبال کرم. سلام قدیر، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ قدیر اول بریم خونه ییلاقی باشه. خونه ییلاقی؟ تو این هوا کی میره اونجا؟ دفتر خاطراتمو پیدا نمی‌کنم، حتما همونجا مونده. آخه الان که هیچ کسی اونجا نیست. من کلید دارم، نگران نباش، 2 ساعته میریم برمیگردیم. زود باش. عجب دفتر خاطرات مهمی بوده. حالا چی توش می‌نویسی؟ منم بردمش اونجا. از ماشین پیاده شد و دوید رفت خونه. تو چیکار کردی؟ نرفتی باهاش؟ نه من نرفتم. به من گفت که 5 دقیقه وایسا من برم بیارم. چقدر موند تو خونه؟ نمیدونم، زیاد نموند. رفتن و اومدنش یکی شد تقریبا. چی شد؟ تونستی پیداش کنی؟ هیچی در مورد اینجا اومدنمون به مامانینا نمیگم. کرم چه برای سرت زده؟ صورتت چرا سفید شده؟ اینجا نیومدیم. باشه فقط بعدا ما تو دردسر نیفتیم. ببین حتی اگه بپرسن یا عصبانی بشم بازم چیزی نگو. باشه آروم باش. آروم باش. وقتی برگشت یه جوری بود، نمیدونم، انگار خیلی ترسیده باشه. به منم هیچی نگفت. چیز دیگه توجه تو جلب نکرد؟ مثلا چه جور چیزی؟ کسی رو دیدی؟ کسی تو خونه نبود؟ صدایی چیزی نشنیدی؟ نه. قدیر مطمئنی؟ خوب فکر کن. یه چیز یادت اومد؟ نه من چیز دیگه ای ندیدم. مطمئنی؟ ممکنه به نظر تو بی اهمیت باشه، هر چی که به ذهنت میرسه بگو، میتونه مهم باشه. دارم میگم به خدا من هیچ چیز دیگه ای ندیدم. قدیر خوب گوش کن. ممکنه اون روز اونجا کرم چیزی دیده باشه و هر چی که دیده میتونه دلیل دزدیده شدنش بوده باشه. شاید هم شاهد قتل بوده. قدیر خوب فکر کن و خیلی خوب جواب بده. همه چیزو به من گفتی؟ هر چی که میدونستم گفتم. سلام داداش، چی شد؟ مشخص شد؟ باشه، منم همین فکر رو میکردم. دست درد نکنه. دمت گرم. خداحافظ. یعنی انگشت پسرم سالمه؟ البته که سالمه. جواب آزمایش دی ان ای 100% انگشت مال کرم نیست. وای خدای شکرت. چی شده؟ خدای شکرت کمال. انگشت کرم نبوده. اونا گولمون زدن، دروغ گفتن. ببین برای چی آوردم، حتما گرسنه ای. فقط داد نزن که دوباره عصبی نشن، باشه؟ ببخشید چی کار کنم، جور دیگه نمیشه. حواسم نیست که
بیا بذار بازش کنم. بیا اگه داغه برات آب بریزم روش. من بچه بودم مامانم این کارو میکرد. البته برای مردی مثل تو لازم نیست این کار بکنی. اشکال نداره میشوریمش. درش بیار. خاله الماسم میشوره تو خونه. البته که میشوره. چرا نشوره؟ چطور میتونه باشه؟ کمرش شکست. یه چیزی باید بهتون بگم، منتها قبل از اینکه مطمئن بشم نمیخوام ذهنتون رو مشغول کنم. دو تا اتفاق وقتی با هم میفته آدم ناخواسته ذهنش درگیر میشه که آیا اینا ربطی به هم دارن یا نه. چی؟ هر چی میخواین بگین راحت بگین. روزی که کرمو دزدیده بودن رفته بوده خونه ییلاقی. شاید اونجا چیزی دیده، شاهد جنایتی بوده، هر احتمالی وجود داره. این چطور ممکنه؟ مگه دفنه دیروز کشته نشده؟ ظاهرا که اینطوریه. بعد از کالبد شکافیه که مشخص میشه. حال شما آقا محمد؟ ممنون. مثل اینکه دفنه رو شما پیدا کردین. سرتون سلامت. ممنون. قاتل پیدا شده؟ ظاهرا یکی رو دستگیر کردن. اما هنوز چیزی ثابت نشده. منم قراره با طرف حرف بزنم. آقا مراد چند تا وکیل داره. شما چرا با طرف حرف میزنید؟ آقا مراد چند تا وکیل داره ولی من وکیل کرمم. خیلی عذر میخوام، من عجله دارم. خوش اومدیم. بیا. تسلیت میگم آقا مراد، خدا بهتون صبر بده. از صبح انقدر زنگ زدن و به همه جواب پس دادم که مردم. من یکم دراز میکشم. باشه داداش، ما اینجاییم. الان آقا محمد رو دیدم، چیزای عجیبی به هم گفت. چی گفت؟ میخواد بره با اونی که دستگیر کردن حرف بزنه. منم گفتم شما چی کار دارین؟ اونم یه چیزایی راجع به کرم گفت ولی نفهمیدم. میگه تاریخ مرگ
دفنه ممکنه قاطی شده باشه، یعنی شاید دیروز کشته نشده، روزی که کرمو دزدیدن کشته شده. روزی که کرمو دزدیدن با قدیر رفته خونه ییلاقی. میگه ممکنه شاهد جنایتی چیزی بوده برای همین دزدیدنش. یعنی اونایی که دفنه رو کشتن با اونایی که کرمو دزدیدن یکی هم؟ نمیدونم، مثل این که. یعنی کرمو چی بود اسم طرف؟ چه میدونم، ماهیر بود. ماهیر؟ ببین عزیزم، ممکنه واقعا اون آدم کرمو دزدیده باشه. آقا محمد که به نتیجه قطعی نرسیده، فقط داره احتمالاتو بررسی میکنه. عزیزم خواهش میکنم اگه بریم به پلیس بگیم اونا این قضیه رو حلش میکنن. کمال هیچی معلوم نیست، یارو حتی هنوز اعتراف به قتل نکرده. پسرمو به خطر ننداز. همکنون خبر ناگواری به دستمان رسید از یک اتفاق در یک خانواده بزرگ که به سمع و نظرتون میرسانیم. چند روز پیش جسد بیجان دفن شرمان، همسر مراد شرمان، در خانه ییلاقی متعلق به خانواده پیدا شد. دفن شرمان متولد بورسا می باشد. تحقیقات همچنان جهت یافتن قاتل دفن شرمان ادامه دارد، اما هنوز هیچ سرنخی از چگونگی این قتل در دسترس نیست. چرا مرده؟ لطفاً به ادامه اخبار توجه فرمایید. اگه اینطور بود میگفتن. حتما یه چیز دیگه ای بوده. بذار من بگم چی بوده. حتما چیزی کشیده بوده. هنری هم که بوده، پول هم که دست ایناست. پسرم این اتفاق ناراحتت کرده؟ چرا بس مردن زن مردم ناراحتش کنه؟ اما اصلا تو هم یه چیزایی میگی. خدا کنه به خاطر این موضوع به مشکل بر نخوری. هیچی نمیتونه ما رو دچار مشکل کنه، نگران نباشم. کجا میری داداش؟ کار دارم، عصر میام. اگه بچه دوباره از دستتون فرار کرد منتظر من نشینین، با یه تیر خودتون رو خلاص کنین. همه جا رو خوب بگردین. سیدیا و لپتاپم ببرین مرکز. یادداشتای پیدا شده از کتابخونه رم ضمیمه‌ای پرونده کنین. حواستون باشه چیزی از قلم نیفته. زود باشین. بجا. خسته نباشی جناب سروان. خیره، نکنه اومدی شهادتت عوض کنی؟ نه، اومدم از شما اجازه بگیرم. اجازه برای چه کاری؟ ماهیر ارن تو بازداشته. خب بازداشته، اعتراضی داری؟ من باید باش حرف بزنم. برای چی میخوای باش حرف بزنی؟ باید از زبان خودش یه چیزایی رو بشنوم. چرا؟ شما اجازه میدین یا نه؟ جناب سروان یه چیزی پیدا کردم. از کجا پیداش کردی؟ تو کمد پشت وسایل بود. اینو بفرستین لابراتوار ببینیم این خون متعلق به کیه. زود خبر بده. چشم. هنوزم اجازه میخوای؟ لطفاً ولم کن.
وای اصلا باورم نمیشه. همیشه خیلی خوشحال به نظر می اومد. منم همین فکر رو میکردم، اما همیشه چیز اونجوری نیست که فکر میکنی. گاهی نزدیکترین کستم نمیشناسی، حتی اگه شک کنی باور نمیکنی. به هر حال خدا میدونه اون چه احساسی داشته. هرچی هم که بوده حقش نبوده یه همچین بلایی سرش بیاد. امیدوارم قاتل به مجازاتش برسه. کرم بشنوه خیلی ناراحت میشه. دفنه رو خیلی دوست داشت. خدایا مواظب پسرم باش. من میرم بیرون. کجا؟ میخوام یکم هوا بخورم. اگه اتفاقی افتاد زنگ بزن. لیلا جان بهتر منم برم، کلی کار دارم. الان روزنامه نگارم جمع شدن، باید یکی کنترلشون کنه عزیزم. ممنونم. فعلا. بیلال مواظب لیلا باش، من میرم بیرون. چشم. ماهیررن شما کی هستی؟ دیروز تو گالری آشنا شدیم، یادت اومد؟ برای دیدن نمایشگاه اومده بودین؟ کلکسیونر بودین درسته؟ در اصل نیستم، من وکیلم. وکیل هستین؟ چی میخواین از من؟ به نظر به کمک احتیاج داری. هیچ که حرفتو باور نمیکنه، حتی گوش هم نمیکنه. انگار داری با دیوار حرف میزنی. همه دلیلا هم بر علیهته. تو بازجویی هم تحت فشارت گذاشتن. ببین اگه همه واقعیت رو به من بگی شاید بتونم کمکت کنم. میخوای از جمعه پیش شروع کنی؟ دفن خانمو دیدی اون روز؟ نه، قرار بود تو جای همیشگی همدیگه رو ببینیم، اما تو راه بارون گرفت، نیم ساعت دیر رسیدم. در زدم باز نکرد، فکر کردم اونم دیر کرده. وقتی بهش زنگ زدم منو ریجکت کرد. اون موقع بود که فهمیدم حتما با شوهرش رو نتونسته بیاد. پیش خودم گفتم که حتما نمیتونه بیاد، برای همین از اونجا رفتم.